اون سکسی لیدی لطفا چیزی نخور 3 2 که خب تصادف اینجا داریم میشه از تصادف بگیری خیلی بده منم واقعا دیگه برگر اینجا رو تست نمی کنم پارس از پشت زده به دنا کی مقصره؟ پارس تاها اومد تاها بیا ولش کن دوستان عزیز همکنون دعوا اومدیم ولاگ برگر بگیریم ولی داریم ولاگ دعوا میگیریم بگی بشین بگی بشین آره آقا خب میشه همزمان دعوا و برگر خب فکر کنم خب طبیعتا این نصفه این دریا نه نصفه مامانش با چون نصفه شده خود داخلش شد آره خب بیاش من کلاسیک سفارش دادم و میشه بگیری تلفنو من جام عوض کنم بیا آقا بیا اون ور بیام نه خیلی وقت میشه دعوا تموم شد میشه گوشی رو بگیری؟ نه بچه بگیر بشینم بشین من فکر کردم که اونش گرده بایته این بده متاسفانه کلاسیک برگره بچه ها چیز گرفتن من چیز دوست ندارم پنیر کوتا داره اینو میخورم میگم یا بخورم الان به نظره؟ نه نگاه کن مرسی از راهنمایی صادقانه من بد باست دعوا میدونم باحالیش مزه زغال قشنگ میده زغالی هم ولی ما گرد میخواستیم خوبه نایس قشنگ مزه گوشت میده گوشتش باحاله من جور نمک کارو ببرم بالا ما مزه است نمک خوبه آقا سلام مجدد به شما اونجا میخواستم نمیشد به نظر من این پکش باحال بود پیشم میگم تو ماشین بشینم راجع به برگر صحبت کنم آدمیزاد چی کاری که نمیکنه به خدا بعد پکش خوب بود باحال بود ولی ما فکر کردیم که خب نونش چیه گرده ولی بایت بود متاسفانه بعد گوشتش چرا آدم باید ولاگ بذاره راجع به برگر ولی خب برگر خیلی مهمه قبول داری دیگه برگر واقعا چیز عزیزیه گوشتش واقعا مزه اصلا هیچ ادویه‌ای نداشت یعنی هیچ ادویه خاصش صرفا طعم گوشت بود انگار مثلا داری کباب می‌خوری در کل بعدش نبود برای یک بار به نظرم چون واقعا ببین ولی زغالیش باحال بود اون طعم دودی که میداد باحال بود ولی هیچ مزه‌ای نمیداد یعنی فقط مزه گوشت بود نمک هم به نظرم شاید نداشت مثل ماما بزرگا شدم نمک نداشت یه بار خوب بود ولی دوباره اینجا میریم خیر تو میری خودت تو میری همه جو سر تکون میری خیر عزیزم به من گفتید صحبت نه صحبت خب خیر تو چی؟ من برای چیزای دیگه شاید تست کنم آره چیزای دیگه‌اش خب تصادف اینجا داریم میشه از تصادف بگیری خیلی بده منم واقعا دیگه برگر اینجا رو تست نمی کنم
پارس از پشت زده به دنا. کی مقصره؟ پارس. ولی جاهای دیگه میریم برگر میخوریم، ولی من از این دارم افسوس میخورم که جاهای دیگه رو چرا ویدیو نگرفتیم. یادته؟ کلوا رفته بودیم یه سری، اون خوب بود. نقش جهان هم رفته بودیم، خوب بود. چه بسا ساندویچ کباب ترکی کلو. آره اون خفن بود، یادمه. ولی از اینجا به بعد ولاگای برگر هم اضافه میکنی، حس کلا همش دیگه ولاگ میشه ویدیوهامون و همین دیگه. من از 10 4 میدم. تو چند میدی؟ 5. او تو چند میدی خودت؟ 6. آقا من این نکته این وسط بگم با اجازه دوستان. بفرما. آقا این گوشش به نظر من خوب بود، ادوینه همه چیز اوکی بود. به نظر من خیلی دیگه کم بود بیش از حد. اینکه شما نصفم کردن بی تاثیر نبود. آره آخه برای نصفم دیگه خیلی کم بود. نمیدونم. ولی من به اصطلاح پول برند و از ما گرفتن. یه جای شیکی بود والا. آها راست، جاشم به نظرم جاشم جای باحالی بود. ولی من 4 دادم یا 5، نه همین 4 گفت. آره 4. و بریم جاهای دیگه، روزهای دیگه و برگرهای دیگه. فینیشت.